یه صحنه آروم ببینیم از کی میتونه برنده شماره 49. ببینیم چی گوش، ببینیم میبره که میتونه برنده. سلام بچه‌ها، بازی برگشته. حالتون چطوره؟ بریم ببینیم که از روی این 8 ماشین کدوم ماشین میتونه رد شه و برنده شه. زنگوله یادتون نره بزنید. بریم که با هم ویدیو رو ببینیم. نمای از ماشینای مسابقه رو میبینید. او ونه رو نگاه داره چی کار میکنه، چه دودی به راه انداخته این ون. خیلی مشتاقه معلومه بره سری و برنده شه. او اینو نگاه، بس عروسکا رو نگاه، سر را یه ماشین هم گذاشته رو کولش اومده. بریم ببینیم واسه ون اومد، واسه آماده شدن. چه مشتاقم از اون دریفتی که میزنه، پرچم واسهش میزنه. بریم ببینیم شماره 725 میتونه برنده یا نه. سپرینا به سر داغون شد، برنده میشه. اما باید بریم ببینیم که کدومشون با فاصله زیاد از اون 8 ماشین میپرن که اون برنده اصلیه. بله راننده حالش خوبه، بله در میاد و تشویقش میکنن. فعلا که عالی بوده تا اینجا. بریم برای دیدن از زاویه دیگه. به این صورت میپره و بریم ببینیم هوندا چی کار میکنه. ببینیم که هوندا میتونه برنده شه. اوه سرچه ملقی زد، بنزینش داره میریزه. میرن سری درش بیارن. حال راننده خوبه، بله بنزینی که داره میریزه زمین. سری میرن به کمکش. راننده حالش خوبه و در میاد و تشویقش میکنه. بریم از یه زاویه دیگه. اصلا دوست ندارم شبیه اون ماشین توسی باشم. هر کی میاد یه پسی میزنه بهش میره. نگاه کن چی شد، این ماشین دارن سرپاش میکنن. اوه سقفش حسابی له شده. بریم برای شماره 724 پرچم میزنه. چه ماشین کوچولوییه، میتونه ببره. نه متاسفانه گیر میکنه و بریم به زاویه دیگه. بله اینجا گیر میکنه به ماشین زرد و نمیتونه رد شه. اما حال راننده خوب و تشویقش میکنه. بریم ببینیم شماره 805 میتونه برنده شه با رینگای دو رنگ یا خیر. میپره. چه ملقی میزنه. بریم از یه زاویه دیگه ببینیم که اینطوری میاد. متاسفانه گیر میکنه به ماشین زرد و توسی و این ملق خوشگل میزنه و برنده نمیشه. پسر دارن دستی بلند میکنن ماشین، سپرش زیرش مونده. پسر خیلی له شده ماشین. شماره 484 داره آماده میشه. رو کاپیتش هم کینگ نوشته. ببینیم که آقای کینگ میتونه پرش کنه. چه ارتفاعی. بله میتونه برنده شه با اختلاف. داره چیکار میکنه؟ فرار کرد. نیتر بسته بود معلومه. چیکار داره میکنه؟ فرار کرد؟ نه داره دور میزنه. ببینیم که چی تو سره. نگاه کن جلوشو بسر. سپر اومده بالا. فکر کنم میخواد یه دور دیگه بره. کجا داره میره این فیلم؟ چرا کات نمیشه؟ بله میخواد یه دور دیگه بره. دارن حرف میزنن ببینن که اجازه میدن که یه دور دیگه. بله پرچمو میزنه و دوباره میخواد امتحان کنه. فکر کنم 2 تا مدال بگیره. این بارم برنده میشه و دریفت زیبای آخرش که کینگ 2 بار برنده میشه. یه صحنه آروم ببینیم از کینگ. اینطوری میاد و میخوره و جلو میاد بالا و سپرینا حسابی له میشه. بریم ببینیم ماشین توسی هاتچبک کوچولو چی کار میکنه. آیا میتونه اینم برنده شه؟ خیلی آروم اومد دیگه، بعد اومد اصلا فاصله خیلی نزدیک آمد و گیر میکنه بالا. بریم ببینیم شماره 307 آبی شبیه شورلت جلوش، نمیدونم دقیق چه مدلیه. این که میتونه برنده شه. ای بابا بیچاره ماشین توسی، هر کی میاد یه پسی میزنه بهش. نه متاسفانه اینم گیر میکنه. نگاه کنی نتونست برنده بشه. بریم واسه آماده شدن 961 ماشین سیاه. چرخشو نگاه یه بر ببینیم که میتونه چیه پرشی میکنه. فکر کنم از کینگ هم بیشتر پرید. این دیگه فرار نمیکنه. نه دیگه باستاده. بریم یه دونه صحنه آرومش رو نگاه کنیم.
به این فاصله زیاد فکر کنم هم مساوی با کینگ پرید. فکر کنم 961. اینم باید یه مدال بگیره. نگاه کن. بریم برای ماشین شماره 49 ببینیم چی کار میکنه. اوه اگزوزشو نگاه. خیلی با ارتفاع زیادی پرید و فاصلش هم زیاد بود از 961. دوباره فکر کنم میخواد، بله اینم میخواد مثل کینگ دیوونه بازی در بیاره. بهش اجازه میدن ببینیم که میتونه دوباره برنده شه. ای بابا خیلی بزایی شد. نه متاسفانه نتونست برنده شه. بریم یه صحنه آروم ببینیم از اولیش که تونست برنده شه و اگزوزیناش کلا در اومد. بریم ببینیم این فورد چیکار میکنه. یه ماشین هم سر راه زده رو کولش. ببینیم میتونه بپره. نه دیگه هم عروسکا رو خرسا رو نگاه. نه دیگه نتونست متاسفانه. بریم یه زاویه دیگه هم ببینیم این شکلی. خرسا رو دوباره خورده ماشین توسی و متاسفانه برنده نمیشه. یه دونه فورد زیبا بس خرسا رو نگاه. بریم ماشین کینگ رو ببینیم. این کینگ بودا دوبار پرید. بله برنده هم شده. شماره 484. ببینیم که آیا مدالشو نشون میده. آره داره نشون میده اونهاش. این بودا. بله برنده میشه.